دیگه از چنل پرهام گیمر. تو این ویدیو اومدیم با آقای تیام کیلر دوئل بزنیم. حالا براتون سواله که چرا؟ بخاطر اینکه آقای تیام کیلر اومده بود توی کامنت های ویدیو قبلی، اولین کامنت به من گفته بود که آره بیا با هم دیگه بریم بزنیم. بهش زنگ زدم گفتش که آره تو جرأت داری که من دور بزنم، از این حرفا و فسارا و این چیز میزن. اومدیم توی این دوئل 3 دست بازی می‌کنیم. حالا چجوری؟ 3 دست بازی می‌کنیم. دست اول شاتگان، دست دوم اسنایپ، دست سوم هر چی خواستیم میتونیم برداریم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی میتونیم برداریم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه‌ها فرقی نداره کیو 9 باشه، نمیدونم اسنایپ باشه، شاتگان باشه، نمیدونم هر چیزی میتونیم برداریم. بریم پرحرفی نباشه، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو استارت. بچه‌ها یه مزاحم داشتیم به اسم تیام کیلر. اومده بود اینجا میگفت آره تو خیلی نوبستگی. بچه‌ها 100% من تیامو ببرم. حالا دلیل دارم، به خاطر اینکه خیلی ازش بهترم. حالا من اصلا بحث بهترین بدترین نمی‌کنم. همه یوتیوبرها خوبن، احترام داریم براشون. بعد بچه‌ها من دارم الان با دسته PS هم بازی میکنم. یاد بازی کنم یادم بیاد. این چیا دارم؟ اینو برمیدارم برای قهرمان. به گل دایم گفتنی برای قهرمان فرقی نمیکنه که با چی بمیره. این اولی بچه ها. اصلا میخوام بچه توی ویدیو شاتای نمایشی نزنیم، ولی حالا بذارید ببینم که چه اتفاقی پیش میاد. تیام باز اومد. برو بازی تو بکن. نوب سگ. لف خوردم. نوب سگ. چرا لف خوردی خدایا؟ ای خدا. بذار بچه من لف میدم. لف خوردیم. آقا برنامه کنگله. آقا برنامه کنگله. بینیم یه دستیه. بچه من ویدیو رو پاز میکنم فعلا خداحافظ. بچه آوردن تیام مثل اینکه موفقیت آمیز بود و الان میریم که دوئل داشته باشیم. بریم سراغ ویدیو. کریستیانو رونالدو بچه حتما داخل کامنت ها برام بنویسید که رونالدو یا مسی. الان از اون وری که بچه همون میگه لابد بین رونالدو فنا و مسی فنا دعوا بندازید. میگم آره چرا که نه، تا باشه از این دوئلا. من خودم طرفدار هاچکیریسم، سلطان قلب ها هاچکیریس. اون نگم زد منو فکر کنم. نوب سگ یه دونه زده به من میگه این از اولی. زرزر اضافی ایلمه نکن. این از اولی. بچه وحشی بازی کنم. وقتی اومده تو کامنت های من یه همچین حرفی به من میزنه یعنی چی؟ یعنی که تو خیلی نوب سگی. اومدیم بچه برای کامبک. Let's go to the comeback. Let's to the comeback. Let's to the comeback. Everybody. Everybody. همش داره میگه ای اوی آخ. اسکل تپه. بچه اینجا شاید میتونستم بهتر عمل کنم، ولی خب اینجا لاده رو بچینیم. این نهمیه رو برمیدارم. بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو.
boom, boneka ambala boom. Boneka ambala boom, boneka ambala boom. Boneka ambala boom, boneka ambala boom. Boneka ambala boom, boneka ambala boom. اومدیم برای کامبک کام بک. اینو بچه جدیده تو سیزن جدید. بچه اومدیم گنگ بالا بازی کنیم. گنگ بالا دست بالا. یو سلاتی خیلی خوش اومدید. عوضی با بیستوزم. من که منتظر بودم بمیرم. اوه دهنت سرویس تیام کیلر. تیام مثلا کیلره. الان داره مثل سگ من میخوره. بونکا امبالا بو 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 بچه راستی هر دستی که ما ببریم 3 امتیاز میگیریم. بعد آخر امتیازمون رو میشماریم. بونیکا امبالا بوم. بعد امتیازمون رو میشماریم. هر کی برد دیگه آره. کله اگه من ببرم که کله تیامو میخوابونم. عوضی شاتگان من میذاری. آره دزد عوضی. تمام. این دست اول تیام گوجه. یا جوابگو باش. بچه بعد دوئل بردیم. تو این ویدیو سعی کردیم بچه شاتای نمایشی نزنیم. اگه دوست گردونه بزنم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید که حداقل لاغر پول سی پی آی که میزنم در بچه ضرر نزنید به من تو رو خدا. آره دیگه خلاصه ما بردیم. خب الان میریم روی اسنایپر شاتگانی. چی شد؟ باختی؟ این از نیمه اول 3 امتیاز نصیب من شد. حالا نیمه دوم حالا چیکار می‌کنیم؟ نیمه دوم میایم با اسنایپ میریم دوئل میزنیم. هر کی برنده شه به بچه‌ها گفتن 3 امتیاز میگیره. فهمیدین؟ بعدش میریم حرفای اونو گوش بدیم. بعدش میشه نه بعدش اسنایپ تموم شد میریم هر گانی که دوست داریم برمی‌داریم. اوکی؟ برو که بریم سراغ ویدیو. بچه برای اینکه ویدیو رو باحال‌تر بکنیم من این ذره اومدم پیش تیام اینجا ازش فشاریش کنم. خب بریم سراغ دوئل نیمه دوم. حالا یعنی چی؟ یعنی اسنایپ بریم دهن تیامو سرویس کنیم. دیگه نیایی تو کامنت های من بنویسی بریم دوئل گوجه. آره حالا اگه دونستی بیا دهن تو منو سرویس کنم. سب کن من با این میام. آها بونیکا امبالا بو بونیکا امبالا بو. میشه هرچی میگم تکرار نکنی لاغل؟ آقا نمیتونی. گفتیم با اسنایپ نامرد. تو غلط میکنی. منم میتونم بیام شاتگان بکشم ها. قبول داری اون شات اولی که زدی خیلی مفت بود؟ بچه دارم قطع و وصلی بازی میکنم سوسکی. های کار نکن تو ویدیو بیام
صاف و صوفت کنم ها. دیپ فایر میخوام بزنم بهتیم. بونیکا امبالا بود، بونیکا امبالا بود. حمال اینجوری زدی دیگه. اوکی اوکی اشکال نداره مای بیبی. بونیکا امبالا بود، بونیکا امبالا بود. کجا؟ خودت بگو کجایی؟ کم کردی؟ دیگه گولتو نمیخورم. کثافت آشغال دروغگو. چرا اومدی رو من برادر؟ بچه میبینید من نمیتونم چیز کنم، دارم با دسته بازی میکنم. حواستون به این نکته باحال باشه. کثافت میخوابه جلو من. کجایی ترسو؟ چقدر طول کشید من اسنایپم بگیره. اگه حالا من تونستم یه اسنایپ با گان پیدا کنم. آها دهنت سرویسه. بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو. اومدم بزنم و داشتم میزدم به خدا. آقا نامردیه پیستولتو بذار کنار ببینم. من دیگه کاتانا برداشتم. کاتانا برداشتی؟ اوکی حالا کاتانا اوکیه. بونیکا امبالا بو، بونیکا امبالا بو. اگه تونستی با کاتانا بیا منو بزن. ببین برو پیستولت عوض کن ولی همینجوری میزنم ها. نه اون پیستول باید اون پیستول را خفه شو بچه پور، بچه قرتی. تیام اون پیستول آقا هر 5 تایی که زدی حذفه. حالا که اینجور شد منم ندیدمت. نه اونی جورت داری بیا. دیدمت گوجه. خیلی برای من دیره میگیره. هر 6 تا کیلی که زدی خب همشون حذفه. میدونی چرا؟ آره میدونی چرا؟ چون گیرونش هم با اسنایپ نبود. اگه تکون نمیخوردی زده بودم تا. کجایی اشغال؟ ردی ازت نمیبینم. کثافت زبال دونی. ببین اون پیستول رو بذار کنار وگرنه هر 6 تا شاتی که زدی حساب نمی کنم ها. اوکی هر 6 تاشو حساب نمی کنم. بچه میخوام هیپ فایر بیام سرش. چی بود؟ کوکتل مولوتوف میندازی؟ مولوتوف میندازی برای من؟ اشکال حالتو میگیرم الان. اسنایپتو برداشتم. خب که چی؟ منم ندیدمت برادر اصلا. خیلی چیتری به قرآن. آقا میشه یه لحظه نزنی من گوشیم افتاده. دیگه ببینیم پیستول بذار کنار تیام. تیام دوئل حساب نمی کنیم حالا که اینجور شد.
حالا بسوز با پیستول دیگه نیایا. همه هم دارم با اسنایپ میزنمت. برای همین میگم با اسنایپ بزن بدبخت. بالرینا کاپوچینا کاپوچینا. هدشات رو دیدی. فقط بچه ها باید ریموف کنم ویدیو رو. خب اسنایپی که زدمت ببینن. حالا فهمیدی چرا میگم پیستولو بذار کنار؟ چون اینجوری کامبک. آره بچه تیام فشاری شده. همون کلتو باید اونیکا امبالا هیپ فایر بینا نه بابا. ای بی شرف. خورش. ببین تازه تیام با دسته دارم بازی میکنم ها. همین دسته هم اشتراک که زدم یه الهی شخصه. کثافت آشغال کمپر. خیلی کمپری بگو. الان پشت میام دهنت سرویس کنم. صبر کن. آشغال. تمام تیام فشاری شده. برای همین بهت گفتم اسنایپ بکش دیگه پیستول نکشی ها. این ستا کارو نکن. وقتی با من بازی میکنی پیستول نکش. حالا میریم برای دست آخر که ویدیو رو تموم کنیم. اوه نه ویدیو زامبی رو میذاریم برای فردا. خب بریم برای آسیسنت. حالا نه بچه درست تلفظ کردم. ردی کن بریم. اوه چه بلایی سرت بیارم این دست من. مو به تنم سیخ شد تیام. وای تیام اوضاع من خیلی بده. اگه میشه زودتر آغاز کن بازیه. آره اگه میشه ویدیو رو استاپ کنیم. بچه ها دست سومه. بچه ها اگه صدا از این باید داری من بخاطر اینکه من تو گوشم اول وصلش کن اونو به گوشید. تیام نوبه سک. اوه بذار من ببینم چطور بردارم. فقط باید چیز بردارم. اوکی من گانه برداشتم. نگام برداشتم دهنت سرویسه. گان نیست که لامسه اصله. بعد من دامسته بیرون هر وقت برمیدارم کارکترم یه چی میگه. نمیدونم چی میگه. کجایی؟ نمیگی؟ که نمیگی بگو دیگه بگو. کثافت آشغال. نه پشت سرت. کجایی؟ اوکی الان میام الان پیدات میکنم. یادم بازی نکن گوشی من خراب شده. الان نزدم ات ولی پیدات کردم. الان خرابه گوشیت اینجوری داری میری. آره داری ایم میگیری قشنگ گوشیت خرابه. خر خودتی. علی بنازم عجب ایمی داره.
ندیدی منو؟ زاویه دید چه ربطی داره اسکل؟ یه گان دارم گانستون. あんまり私たちと بچه این 仲良 گانه くしない منه 方がいいけど تیا من گانه به بچه ها نشون نده تو هم نشون بده آشغال نزن حیوان UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. دیگه گد گد نکنی یا گدتو میخوابونم ها لفت دادی؟ نوش آخه کانکت شدی دوباره باک خورد کجایی؟ اینو میگیم اینو نم کجایی؟ بونیکا امبالابو بونیکا امبالابو Friendly hunter killer drone deployed. هش برو کم شو بابا We've taken the lead. UAV online. من دهنتو آره بیشو خودتی Contact with enemy. حالا زیادی پشمات نریزه چون یه سورپرایز دیگه هم برات دارم Predator missile on standby. زاویه رو ببین بعد حرف بزن گردنم بد درد میاد چون 2 روز گردن درد گرفتم افتضاح بونیکا امبالابو بونیکا امبالابو میدونی الان رو بروتم الان من رو بروتم نه چی مرسی تا اینجا گردی الان ریتوی میزنی خب رایتوی اوکی الان بهترین زیاد با کنه بچه ها نزدیک 23 دقیقه است نکته ایمون میزنیم از گیم میان بیرون اوکی از گیم که اومدیم بیرون یه حرکت باحال باید بزنیم نمیشه یه پیام بهت میده میگه دوستایی دوباره به بازی برگردیم با بنویسید بله الان ببین هر جور حساب کنی من برندم 7 چه بردی قبول کن باختی 6 امتیاز تا الان دارم میره زمین اسکل خب بچه ها تیان کامبک زد یعنی البته تو بازی ها الان من روبروشم اما من فینیشرشو بگیرم نکن من سیکه ایوه نه فوش میزنم اومدی؟ الانم دارم تکون میدم دیسکانکت کن نمیخوام ببین Taking the lead. دیگه زرزر نکنی یا برا من فینیشت هم گرفتم یعنی آبروت جلو 2 بار؟ 1 بار اسکل 7 بودم دیگه الان کشتم شدی 8 کش شدم 8 ای دیدمت We're کسی almost there. Keep it up. بپره برنامه میدونی تو چه جوری؟ یهو تکون میخوری بونیکا امبالابو بونیکا امبالابو Friendly predator missile inbound. هر جا بری میزنمت まうざったい時は外しちまえ هنوز زنده ای؟ آره اون یکی زدم حقه بود بچه حقه میدونی چیه؟ همینی که الان خوردی چه جمله سیگمایی گفتم دیدمت دلابیون خفه شو بابا بچه تیمز زیادی زر میزنه کوشی بچه ترسو دوباره
دیسکانکت. مطمئنی دیسکانکت شدی؟ کجای خب آقا اسکل؟ فقط هم کنتین آبی قرمزی. حالا من اونجا ولی نیستی. یعنی بچه این نت تیام با این گمال من قوی تره. آره. میری به خاطر چیه؟ آها پیدات کردم زدمت. بیا اینجا. هیچ بردم. هیچ بردم. بچه برو بچه بچه یه لحظه من امتیازها رو بشمارم. 3 امتیاز دست اول، 3 امتیاز دست دوم، 3 امتیاز دست سوم، مجموعا 9 امتیاز. 9/0 تیامو زدیم. اوکی حالا مرسی که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. اون هشتایی که من از تو زدم حساب نمیشه، امتیازا رو میگم. هر پورت مساویه با 3 امتیاز. 3 تا 9 تا 9 امتیاز دارم الان من. حالا بچه مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما فعال کنید چون ویدیو باحال براتون گذاشتم. اولین نفری باشید که میبینید. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. ویدیو بعدی هم که قراره براتون بذارم زامبی همراه با تیام. فعلا خدافظ.